یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای مؤمنان از صبر و نماز کمک بگیرید. وقتی به زمین میخوری، به چاله‌ای میافتی، به مصیبتی گرفتار میشوی، این مردم به جای این که کمکت کنند، دستت را بگیرند، دلداریت بدهند، به تو میخندند، داستانشان میشوی، مورد تمسخر قرارت میدهند و به تو میخندند. غم و ناراحتی همه وجودت را فرا میگیرد، بغض گلویت را میفشارد. نیازی نیست واکنش نشان بدهی. الله را حمد و ثنا بگو، الله را تسبیح بگو و نماز بخوان. لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، به راستی ما میدانیم که سینه‌ات از آنچه مردم میگویند تنگ میشود. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، الله را حمد و تسبیح بگو و از سجده کنان خودت را از سجده کنندگان قرار بده.